اسمم جاوید وایدی است. از ولایت کابل هستم. ولسوالی چاردی. دیگه ما با این دوستا یک چند تا بولانی جور میخواهیم کنیم. البته با دوستای ایرانی ما. با دوستای ایرانی ما چون که به خاطر میخواهیم که یک دستپخت ایران افغانی بخورن. یک 4-5 تا بولانی برسن جور میکنیم. خداوند اگر بخواه مورد پسندشان قرار بگیره که یک چیز خوبش بیاید که نوش جان کنن. اول خمیر میکنیم، بعد از خمیر که خلاص کردیم میمونیم که یک ذره بفاره. بعد کچالو رو جوش میتیم. بعد از کچالو پوست میشه. کچالو که جوش شد باز چی میکنیم؟ کچالو رو مشت میکنیم. بعد از مشت کردن باز میایم در خمیر زغاله میکنیم. بعد از زغاله کردن پر میکنیم در روغن خطش میکنیم. بعد از او باز نوش جان میکنن. اسم ما فرید حسینی است. از افغانستان هستم، ولایت کاپیسا. دیگه با دوستان میخوام یک بولانی درست کنیم. سیب زمینی هم که در حال پختن است و خمیر آماده کردیم. انشالله امیدوار هستیم که یک تا 15 دقیقه دیگه آماده شه و نوش جان. این هم مراحل اولیه ساخت غذای بولانی به روش افغانی. البته چند تا سیب زمینی درشت رو آبپز میکنیم. بعد مرحله بعدی تا ببینیم. اینجا مرحله بعدی هست خمیر درست کردنه که با آرد معمولیه. آره دیگه دیگه خیلی خوب دارن جوش میزنن و چند دقیقه باید بمونه؟ با اون که پخته شده دیگه معلوم میشه، بپزه معلوم میشه. خب بازم بپزیم. پاره میشه. درست. حالا شما میخوای چیکار کنی؟ من خمیر زغاله میکنم. منظورت اینه که پهنش میکنیم؟ بله پهنش میکنم گفته ایرانی ها. درست. شما؟ ما دارم سیب زمینی پوست میکنیم. من یاد سربازی انداختی. آخه تو سربازی تو آشپزخونه یه چند نفر میشینن سیب زمینی پوست میکنن برای کوکویی. خب مرحله اول خیلی عجب شاطریه. معلومه هست. آره نون افغانی هم بلدی بزنی؟ بله عجب نونه درست میکنن. سباک نان تندوری. یکی اینجا یکی هم اینجا. بچه تاوی خورد نکنی. خب این چی بود اضافه کردی؟ مرچ، فلفل قرمز. اینم فلفل قرمز که خوش‌طعم و خوشمزه بشه. همینجوری رسیدیم به مرحله آره مارکش هم مال لیدل پایزه. اوکی باریکلا. آره اینجا خمیر رو پهن میکنه دیگه. هم تالا میکنم پهن. خب اوکی تقریبا نصف نونو نصف خمیر رو چیز میزنی؟ بله نصفشو بعد همینجور تاش میکنی. خب اوکی روغنت هم که داره گرم میشه.
همینجور میذاری تو مایتابه؟ جان باله همینجوری. خیلی احتیاط کن دیگهش که خود بشه سعی که اول یک طرفش پخته که باز زود دیگه طرفش اما کلان هم که بیای خیره اول یک طرفش خوب پخته که باز یک طرفش کش که دیگه طرفش پخته که دیگه هم طول میکشه کوتاه خب اینم نتیجه زحمت های دوستان هست. اسمش هم بولانی بود دیگه. بولانی آره. حالا ما با اجازه شما هم یکم شو میچشیم بریم چی میشه. اکسلان.